سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد امفایزیما که یک نوع از بیماری مزمن و انسدادی شش است. خب، امفایزیما چگونه به وجود میه؟ معالجهش چی است؟ و چگونه میتونیم از بروز از این تکلیف و از وقوع تکلیف جلوگیری بکنیم؟ قبل از امفایزیما استراکچر نورمال را باید بفهمیم. تراکیا یا قصبت الریه هوا را از بینی و دهن اجازه میده که داخل بیه. این قصبت الریه در ساحه به نام کرینا به دو بخش تقسیم میشه: برونکس راست و چپ یا این برونشیت راست، برونکس راست و چپ هر کدامش سه تقسیم میشه که پرایمری برونکای، باز پرایمری برونکای سه تقسیم یا سه دیویژن دیگه میکنه، سکندری برونکای میسازه، هر کدام از اینا سه تقسیم دیگه میشه، ترشری برونکای میسازه. اینا همی مجراها یا لوله های هوایی است که هوا را انتقال میده، خصوصا اکسیژن از محیط به داخل شش و کربن دی اکساید از وجود به شش و از شش به محیط بیرونی انتقال میده. خب، ترشری برونکای یا برونکای ثالثه به سه بخش دیگه تقسیم میشه که عبارت از برونکیول است. اینا در هر تقسیم خود از ضخامت دیوارش هم کم میشه و قطر از این پیپا هم کم شده میره به هر اندازه که پایین میایم. ترمینال برونکیول ای استراکچر ماست، رسپیریتری برونکیول ای استراکچر ماست و پایین تر از رسپیریتری برونکیول الویولر وال یا الویولر دکت ببخشین یا امو پایپی که هوا را هدایت میته به کیسه های هوایی. اینا هم الویولس یا الویولس سنگل یا یکیش و الویولای هم جمع از اینا که عبارت از کیسه های هوایی است. خب، در امفایزیما چی صورت میگیره؟ در حقیقت کیسه های هوایی و دکت یا ای پایپایی که به کیسه های هوایی میایه مورد آسیب و ضربات سیستم دفاعی قرار میگیره که در نتیجه اینتگریتی یا ثبات کیسه های هوایی از بین میره. خب، در امفایزیما چی صورت میگیره؟ اول permanent enlargement of alveoli. permanent enlargement یا کیسه های هوایی برای دائم بزرگ میشه، کلان میشه. خوب چگونه این موضوع را به بحث میگیریم. ببینین، اگر یک شخص سیگرت میزنه از سالهای سال یا در یک محیط زندگی میکنه که در اونجا گرد و غبار است یا در فابریکه های کار میکنه که ذرات پلاستیک بیشتر استشمام میکنه و به داخل مجراهای تنفسی خود میبره، اینا میره به داخل شش و از شش بالاخره خود میرسانه به این پیپ های هوایی. این ذرات موزر بالاخره میایه و خود میرسانه به کیسه های هوایی. دور و بر کیسه های هوایی ما شما اگر در این دیاگرام ببینین، اینجا پالمونری وینز و وینیول و پالمونری آرتری، شریان پالمونری و وین پالمونری موجود است که در هر دوی از اینا در گیس اکسچنجز یا در تبادله گازات کمک میکنه. خب، وقتی ذرات آمد به اینجا خود رساند، از اینجا داخل جریان خون میشه. زمانی که داخل جریان خون شد مورد حملات سیستم دفاعی قرار میگیره. ایمیون ریسپانس یا سیستم دفاعی ما یا اساکر وجود ما در مقابل این وضعیت عکس العمل نشان میده. حجرات سیستم دفاعی یک انزیمی را به نام الاستیز میسازه. الاستیز میره فایبرهای عضلاتی به نام الاستین از بین میبره. این الاستین وظیفیش چی است؟ خاصیت انعطاف پذیری یا الاستیک ریکایل به شش میته. الاستیک ریکایل ببینیم، شش یا ریه
ساختمان اسفنجی داره. این شش اگر مطالعه بکنیم، ساختمان اسفنجی چی معنا؟ اگر تحت فشار قرار بگیره، مثلا فشار وارد میکنیم روی شش، انعطاف به طرف داخل میه. وقت پرشر یا فشار برداریم پس انعطاف میکنه به حالت اولی خود. این خاصیت شش چی داده؟ الاستین برش مساعد کرده. الاستین چی است؟ مواد، یک پروتئینی است که در ساخت و ساز کیسه های هوایی، خصوصا این ساحه خیلی دخیل است. این الویولر دکت است یا و ای هم الویولس یا کیسه هوایی. دور و بر از اینا فایبرهای الاستین موجود است. این فایبرهای الاستین در انقباض و انبساط و در هنگام تبادله گازات خیلی کمک میکنه به همراه شش. اکسیژن وقت به کیسه هوایی رسید و کربن دی اکساید هم اینجا در جریان خون موجود است در این رگها. خب اینا باید به طرف داخل فشرده شود تا اکسیژن به طرف داخل بیاید و از همین موقع کربن دی اکساید استفاده کرده به داخل کیسه هوایی میره و از اونجا بالاخره خود از طریق بینی و دهن به بیرون میرسانه. زمانی که بنابر هر ملحوظ سیستم دفاعی فعال شد و انزیم الاستیز ساخت. این الاستیز حمله میکنه بالای الاستین. در کجاست؟ در این ساحه الاستین جابجا شده. وقت الاستین از بین رفت، کیسه هوایی انتگریتی یا ثبات خود از دست میده، شل و سست میشه و در تبادله گازات سهم بارز خود دیگه نمیگیره. فرض مثال این یک جراب است، از اینجا خوب میتونین این وضعیت بفهمین. جراب نو جدید و این هم یک جراب است که چندین بار شسته شده، شل است. این کشک هایش هم شل و از بین رفته. وقتی میپوشیم به پای خود میکنیم، این جراب قفت میگیره پایه و پایین هم نمیایه. این معنای الویولا یا کیسه هوایی نورمال داره و جرابی که شل شده، کونه شده، نمیتونه قفت هم در پا باشه، به جای خودم نمی باشه، پایین میایه و به یک شکل بی ثبات دور و بر پا می باشه. این حالت امفایزیما را میتونه نشان بده. در امفایزیما کیسه های هوایی اینا تو یک وضعیت و کیفیت به خود میگیره. خب در کیسه های هوایی بباشین، به طور مثال اگر اکسیژن از بیرون آمده نتانه، کربن دی اکساید از جریان خون بالا به کیسه هوایی آمده نتانه، چی به وجود میه؟ در داخل کیسه هوایی اکسیژن کم شد. این وضعیت به نام هایپوکسیا یاد میکنه. هایپوکسیا، کمبود اکسیژن در کیسه هوایی. و اگر به کیسه هوایی اکسیژن نرسید، کم شد، در اون صورت بدون شک در خون هم اکسیژن کم میشه. وضعیت را که در خون به وجود میاره به نام هایپوکسیمیا یاد میشه. پس در امفایزیما این دو وضعیت حتمی به وجود میاد: کمبود اکسیژن در کیسه هوایی و کمبود اکسیژن در خون. در مقابل کربن دی اکساید مواد است که با اکسیژن تبادله میشه. این تبادله دیگه درست صورت نمیگیره چون حجرات در اینجا از بین رفت. الاستیک ریکایل یا امو خاصیت انعطاف پذیری دیگه موجود نیست، پس کربن دی اکساید در خون زیاد میشه. این وضعیت به نام هایپرکپنیا یاد میکنه و هایپرکپنیا اگر مهار نشه خطرناک است، سبب مرگ و میر مغز میگرده. خب در امفایزیما هستیم. البته وقتی این حالت به وجود آمد، اکسپایریشن یا بیرون راندن گازات، خصوصا کربن دی اکساید از شش به خوبی صورت نمیگیره و اکثر اوقات مریض زور میزنه، هوا را به طرف بیرون میکشه و یک قسم رنگ و رخش سرخ میگرده. این وضعیت به نام پینک پفر یاد میکنیم. پینک پفر.
اکثرا کسایی که نفس تنگی مزمن داره یک قسم سلفه و خسخس سینه داره، وقت سلفه میگیرشان، سلفه بالاخره رنگ و رخشان سرخ میگرده. این نشان دهنده موجودیت امفایزیماست. اگر رنگ و رخ مریض سرخ نه بلکه کبود گشت، ناخن و لبایش کبود گشت، او وضعیت کرونیک برونکایتس یا برونشیت مزمن است. ما شما در یک بخش از COPD که عبارت از امفایزیماست قرار داریم. اوکی، یکی از علتها سموکینگ یا تنفس هوای آلوده که سبب فعال شدن سیستم دفاعی و سیستم دفاعی هم سبب تولید انزیم الاستیز میگرده. همیشه ما با این وضعیت روبرو هستیم و بدن هم قسمی عکس العمل خود انجام میده. اما در مقابل الاستیز ما از خود یک انزیم داریم به نام الفا 1 آنتی تریپسین. الفا 1 آنتی تریپسین توسط کبد یا جگر تولید میشه. توسط کبد یا جگر، فرزن ای کبد است. این ناحیه را اگر زوم کنیم تحت میکروسکوپ، اینی نوع یک ساختمان داره. هپاتوسایدز یا واحدهای ساختمانی و وظیفوی کبد است. هر حجره کبد هپاتوساید میگه و در اینه تو یک ساختمان با هم منسجم شده و جگر یا کبد ما شما را ساخته. ما شما میفهمیم که هر حجره دارای هسته است و ارگان‌های داخل سایتوپلازم. یکی از این ارگان‌ها به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد میشه. اندوپلازمیک رتیکولم انزیم به نام الفا 1 آنتی تریپسین در امی ساختمان حجروی ساخته میشه. خب وظیفهش چی است؟ وظیفه از این ساختمان یا وظیفه از این انزیم جنگ کردن و مهار ساختن پروتئیز که از جمله الاستیز این انزیم است. یعنی اگر دود و سیگرت و گرد و غبار بیشتر به داخل شش خود میبریم یا اعتیاد داریم، از طرف دیگه وجود هم تدابیر دفاعی خودت داره. این انزیم میایه و به ضد پروتئیز عمل میکنه و تخریب از این پروتئیز یا انزیم مهار میسازه. بعضی از انسان ها هستن که به شکل ارثی یعنی ژنتیک در خانوادهشان به شکل ارثی امی انزیم الفا 1 آنتی تریپسین موجود نیست. اینا کسایی هستن که اگر در محیط آلوده زندگی میکنن یا سیگرت میزنن خیلی زود به نفس‌تنگی مزمن، خسخس سینه، سلفه و بلغم مبتلا میشن و امفایزیما به این روش میتونه به شکل ارثی به وجود میاد. یعنی اگر الفا 1 آنتی تریپسین در موجود نباشه، بنابر هر علت انزیم الاستیز به وجود میاد و اینجا کیسه های هوایی را تخریب میکنه. از طرف دیگه چون در خود هپاتوساید یا در حجرات کبد تولید میشه، اینا هپاتوساید یا حجرات کبد هستن. هپاتوسایدز اگر صدمه ببینه یا بمورن، آسیب ببینه و نتانه دیگه این انزیم الفا 1 آنتی تریپسین تولید کنه، در او صورت باز هم انزیم الاستیز مهار نمیشه و تخریب خود به وجود میاره. لیور سیروسیس یا سیروسیس کبدی از جمله تکالیف است که میتونه سبب بروز نفس‌تنگی یا امفایزیما بگرده. برای معالجه امفایزیما مهمتر چی است؟ اگر مطالعه بکنیم 95% امفایزیما توسط سموکینگ یا کشیدن سیگرت، قیلون، چرس، هوکا و چلم امثال از اینا به وجود میاد. یکی از بهترین معالجه وقایه است و باید از سیگرت کشیدن اجتناب کنیم. quit smoking تا دیزیز پروگریشن یا تداوم تکلیف مهار بسازیم. از ادویجات مختلف استفاده کرده میتونیم. برونکو دایلیترز یا ادویجاتی که پایپ های هوایی را فراخ میسازه. از انتی انفلمیتری یا دواهای ضد التهاب میتونیم استفاده بکنیم. استیرویدها نتایج خیلی موثر میده. استیرویدز، هیدروکورتیزون، میتایل پرنیزولون و امثال از اینا.
میتونیم از اکسیژن تراپی استفاده کنیم در صورتی که وضعیت وخیم باشه، مریض باید به اکسیژن ببریم. حتی از میوکولوتیک ایجنتس چی را میگه؟ ببینین بلغم بیشتر تولید میشه در امفیزیما و کرونیک برونکایتس. پس از دواهایی که بلغم ما را تکه تکه و پارچه پارچه میکنه میتونیم استفاده کنیم، مثل این اسیتایل سیستین و گوینفینسین. اینا دواهایی است که برای معالجه این فایزیما استفاده کرده میتونیم، ولی به هر حال از هر معالجه وقایه بهتر است. کشیدن سیگرت در اوایل یک هوس است، ولی این هوس میتونه به شکل دائم کیسه های هوایی ما را فراخ بسازه، وضعیت و کیفیتش از دست بدهیم و به همیش به COPD یا کرونیک obstructive pulmonary disease یا امراض انسدادی مزمن ریه مبتلا شویم که از جمله یکیش امفیزیما یا امفیزم است. امید که کمک کرده باشه در مورد بیماری های انسدادی به همراهتان. تشکر.